در این مورد بارها صحبت کردیم در برنامه‌های مختلف که در عذر بالجهل یک مسئله ای است که در موردش علما اختلاف دارن و قضیه عذر بالجهل میشه گفت مانند یک قضیه فقهی است در بین علما. بعضی آمدن از این اختلاف عذر بالجهل در بین علما از یک قضیه اعتقادی ساختن و این را آوردن چنان وانمود کردن که هر کس که به این اعتقاد داشته باشد مسلمان است و هر کس که اعتقاد نداشته باشد کافر است. بعضی از این تکفیریا این قضیه را آوردن به شکلی مطرح کردن که انگار این یکی از اصول ایمان است و هر کسی که اعتقاد عذر به جهل داشته باشه این انسان مسلمان نیست. ببینید یک سری مسائلی هست که الله سبحانه و تعالی در امور دین بیان کرده و کسانی که این مسائل به اونها رسیده درکش کردن، فهمیدن، هیچ مسلمانی برای آنها عذر به جهل قائل نیست. مثلا قضیه زنا، دزدی، زکات، حج، روزه، نماز، احکام دین، ارکان اسلام، اصول دین، اینا مسائل است که برای هیچ مسلمانی عذر به جهل در اینجا وارد نیست. این در مورد مسلمان ها. اما در مورد کسانی که دین به اونها نرسیده و اونها از امور دین، این آیه رو برای شما بیارم. دوستان عزیز اگر این آیه رو نشون بدن. الله متعال در آیه 59 سوره قصص می‌فرماید و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما كنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. میگه و پروردگار تو هرگز نابود کننده قریه ها و آبادی ها نبوده تا اینکه در بین آنها پیامبری را بفرستد. یعنی الله سبحانه و تعالی یک قومی رو که امروز مثلا در یک گوشه از دنیا زندگی میکنن که اسلام اصلا برای اونها نرسیده، احکام دین برای اونها نرسیده، خدا، پیغمبر، کتب آسمانی، هیچ چیز برای اونها نرسیده. حالا به دلایل مختلف با مثلا وسایل ارتباط جمعی متصل نیستن، ارتباط ندارن، نرسیده براشون. با چه منطقی ادعی بیان بگن که آقا نه اینها وارد جهنم میشون؟ ببینید یک سری مسائلی است که بعضی انسان ها خودشان رو در جای الله سبحانه و تعالی قرار میدن و مردم رو به بهشت و جهنم میفرستن. الله متعال در اینجا بیان میکنه که هرگز الله متعال اونها رو عذاب نمیکنه، نابود نمیکنه تا وقتی که برای اونها پیامبری بفرسته که آیات الله سبحانه و تعالی را برای آنها بخوانند. و در ادامه میگه ما هرگز قریه ها و آبادی ها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهالیان ستمگار بودند. اما آیا در مورد این کسانی که برای آنها نبوت نرسیده، احکام دین نرسیده، توحید و یکتاپرستی نرسیده، آیا همه اینا بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشن؟ این هم از عدل نیست. در بین اونها آدمای خوب هم هستن، آدمای بد هم هستن. آدمای خوبشون در مقابل خوبیشون خوبی میبینن، آدمای متجاوز ستمگرشون در مقابل گناه و معصیت و طغیانی که کردن عذاب میبینن. این که اینها بهشتی هستن یا دوزخی برمیگرده به الله سبحانه و تعالی. ظاهر دین این رو میگه که هر امتی که برای او احکام اسلام نرسیده باشه، احکام پیامبران الهی نرسیده باشه، اونها معذور شمرده نمیشوند. اما قضیه در مورد یهود و نصارا
و عموم کفاری که امروز در شهرها زندگی میکنن با وسایل ارتباط جمعی آشنا هستند و در کتاب‌های اینها اشارتی به نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده. امکان مطالعه و بررسی و جستجو براشون میسر هست. ما فقط این یک سرچی بکنیم کسایی که مسلمان شدن سیرت اونها رو بخوانید، میگن ما مطالعه کردیم در مورد ادیان، دیدیم که اسلام بهترین دین هاست، احکام اسلام بهترین احکام است، به خاطر همون اسلام رو قبول کردیم. و این مسئله برادر عزیز مسئله ای نیست که عوام الناس در او بیان جر و بحث بکنن با هم دیگه یا احکام صادر بکنن. این یک مسئله اجتهادی و مثل قضیه فقهی در بین علما هست. عامه مردم نباید که وارد این مسائل بشن. بعضی شاید بگن چرا عامه مردم وارد این مسائل نشنیم؟ بله برادر، نباید بشن. مسائل تخصصی است. تکفیر یک انسان، کافر پنداشتن یک انسان، تفسیق و تجریح یک انسان از نگاه دین مسئله عوام الناس نیست، مسئله عامه مردم نیست. این مسئله تخصصی است. مثل این میمانه که یک بیمار قلبی است، یک مهندسی بیاد اینو بگه که یک انجینر بیاد بگه که من اینو میخوام عمل جراحی بکنم. شما بگید تو که دکتر نیستی، دکتر قلب نیستی، تو متخصص قلب نیستی، تو حق نداری بگه چه فرقی بین من و بین اون دکتر قلب هست؟ اونم آدم است، منم آدمم. اون انسان است، منم انسان هستم. اونم با سواد است، منم با سوادم. نه خیر برادر، او متخصص است و تو نیستی. و عکس قضیه یک دکتری بیاد در ساختن یک ساختمان به یک مهندسی بگه که نه اینو اینجوری بساز. ما بهش میگیم نه برادر، تو متخصص قلب هستی، تو دکتر هستی، متخصص علاج بشر هستی، متخصص ساختمان نیستی. این کار مهندس است. در امور دین این نیست که همه مردم، امروز متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم، همه مردم شدن عالم دین. همه مردم میشینی در مجلس میگن به نظر من. دین که به نظر من و تو نیست. دین احکام و قواعد خاص خودش رو داره و علما الراسخون فی العلم، اهل الذکر، اینا کسایی هستن که احکام رو برای بشر، برای مسلمان ها از نصوص قرآن و سنت استنباط میکنن. یک سری مسائلی است عام است برای مردم. ارکان اسلام باید همه مسلمان ها این رو بدانن، ارکان ایمان همه مسلمان ها این رو بدانن، نواقض اسلام رو همه مسلمان ها بدانن. مثلا کسی بیاد بگه من نماز نمیخونم به خاطری که والله من نمیدونم احکام نماز رو، عذر به جهل دارم. نه، این نمیشه. مثلا شما در یک شهر میاد رانندگی میکنید، پلیس شما رو نگه میداره و بعد از شما میخواد که گواهینامه رانندگیتان رو یا لیسنستون رو بدید. شما بگید والله من نمیدونستم که در این شهر برای رانندگی لیسنس لازم است یا گواهینامه رانندگی لازم است. آیا این عذر شما رو پلیس قبول میکنه؟ نمیکنه. میگه اینجا عذر شما قبول نیست. چرا؟ تو که ماشین سوار هستی و در شهر میگردی، باید از احکام راهنمایی و رانندگی در شهر آگاه باشی. یک از علما این مثال را آورده بود برای همه بشریت در قضیه عذر به جهل که یک قیاس مع الفارق است. به این میمانه که یک پلیسی از شهر بره در یکی از جنگل‌های آمازون، در اونجا طرف رو نگه داره، بگه تو چرا گواهینامه رانندگی نداری، چرا لیسنس نداری؟ طرف حیران میمونه که لیسنس چی است، گواهینامه رانندگی چی است، چی داره میگه؟ این اصلا نشنیده در زندگیش. بعضی مسلمان اینطوری هستند، کسی رو میان بر اساس حکمی او رو تکفیر میکنن و به جهنم میندازن که او اصلا خبر نداره از این مسائل. و این مسائلی است که الله سبحانه و تعالی این رو در قرآن کریم و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده و علما در طول تاریخ این رو بیان کردن. و مثلا شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، علمای معاصر و علمای متقدم و سلف صالح ما مثلا خیلی از فرقه های اسلامی رو عمومشون رو تکفیر نمی کنن. حتی مثلا شیعیان رو، عموم شیعیان رو تکفیر نمی کنن. به خاطر چی نمی کنن؟ چون برای اینا عذر به جهل میارن. ائمه اونها، بزرگانشون، مراجعشون، اونا قضیهشون جدا هست. برای اونا کسی عذر به جهل نمیاره چون اونا میدانن همه چیز رو. اما عوام الناس نمیدانن. و آیا ما اهل سنت مثلا آمدیم وظیفه خودمون رو انجام دادیم، دعوت و تبلیغ دین رو به اونها رساندیم؟ هر وقت این کار رو انجام دادیم، بعد از اون میتوانیم در مورد آنها
حکم بکنیم. به خاطر همین دوست عزیز و بزرگوار ما برای کسانی که احکام برای اونها نرسیده باشد و واقعا معذور باشن، برای اونها ما عذر قائل هستیم. در یک از برنامه مفصل در مورد این مسئله صحبت کرده بودم. زنده و سلامت باشید.